سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو اومدیم با پارت 2 از سری ماینکرافت استرانکول. انقدر ماینکرافت پلی دادم کلا رو زبانم نشسته. استرانکول داستانیمون. توضیحات تکمیلی رو وسط ویدیو بهتون میدم. الان حرف خاصی ندارم، وقتتونم نمیگیرم. هر چی زودتر بریم سراغ ویدیو. Let's go. خب بچه میریم داخل لودمون. اگر یادم باشه همین سیو ساده بود دیگه. مرحله رو هم گمان میکنم که ما در مقابل ریستارت میکنم که خیلی اذیت نشیم دیگه. من کلا همه ماموریت ها یادم رفته. خب گفته بعد قلعه جدید رو بیلد کنیم، بسازیم، درستش کنیم. اگر لردم بمیره میبازم، اگر تایمم یا همون 68 ماه تموم بشه بازم میبازم. خب بریم ببینیم چی میشه دیگه. آها تابستان گرم گذشته باعث شده تا محصولات کشاورزی آسیب ببینن. توصیه میکنم که مراقب آتش‌سوزی‌های احتمالی باشیم. باید هر چه سریعتر نقل مکان کنیم. ضمناً عرابه‌ها میتوانند سنگ‌هایی که تولید کرده ایم را برایمان منتقل کنند. ببینید بچه‌ها، این مرحله قضیهش اینه که شما باید این کار رو انجام بدید. این قلعه ما چوبیه، هر جور که واسه چوبیه، همه چیمون چوبیه. چوبم خیلی راحت آتیش میگیره دیگه. حالا بجز این همه چیمون چوبیه. چوب خیلی راحت آتیش میگیره و تو این قسمت اصلا قضیهش همینه. آتیش سوزی زیاده و ما واسه اینکه جلوگیری کنیم از آتیش سوزی بعد از این ولا درست کنیم که جلوی آتیش سوزی رو میگیرن. هر کدوم از اینا یک یا دو تا این زمین بسیار ناهموار است قربان. یک یا دو تا کارگر میخواد. خب من میام الان سرعت بازی کند کردم بچه‌ها، واسه همین خیلی نگران نیستم. وگرنه من خیلی نگرانم واسه بازی معمولا که دیر نشه. بچه اینجا هم قراره که امروز ببین اینجا با بعد این قلعه رو درست کنیم، نقل مکان کنیم به اینجا که بعدم این راهزنه میاد خیلی میاد. ما خیلی در کل به این قلعه نیاز داریم. اون وقت این قلعه رو چجوری باید درست کنیم؟ باید سنگ داشته باشن. راهبه‌های اینجا که اینجا رو تعمیر میکنن ولی نمیدونم کجاست. آره نمیدونم کجا. بعد سنگ داشته باشن تا بتونن این قلعه رو تکمیل بکنن. واسه اینکه سنگ به اینجا بفرستیم خودش هم گفت بعد از عرابه ها استفاده کنیم. من میام اینجا دو تا عرابه میکارم. بچه عرابه خیلی باگی داره تو بازی. هیچ وقت عرابه رو چسبیده به هم درست نکنید. شده یه جایی دور درستش کنید ولی چسبیده به هم نباشه. تو بخش فکر کنم این بخشه. بله اینا عرابه ها که من یه عرابه اینجا میزنم. بعد میرم تو بخش سنگ و چوب و اینجور چیزا. سنگ رو انتخاب میکنم، میگم که 10 تا 10 تا 5 تا 5 تا چیکار کنه. خب فعلا اول کارگر بیاد داخلش. کارگر داریم بله. دوم از اون خب ما باید سنگم داشته باشیم دیگه. سنگم اینجاست. واسه کندن سنگ چیکار باید بکنیم؟ میام توی همین بخش. اینک ما یک ایالت همسایه نیز داریم. راهب‌های آنجا ویرانه‌ها را بازسازی کردند، اما باید سنگ‌هایی که نیاز دارند را برایشان مهیا کنیم. می‌توانیم سنگ‌هایی که در انبارمان داریم را توسط عرابه برای آنها بفرستیم. فکر کنم اینو یه بار گفت ولی مثل اینکه نتایجی گفت. خب به هر حال این سنگ بوری‌ها رو بعد اینجا درست کنیم که این اسپیس هم دقیقاً به همین در می‌خوره. اسپیس رو میزنی این حالت باز میشه. مثل خیلی راحت‌تر اینا رو بکارید. آها ببین به بیشترین تعدادی که میتونید اینجا بکارید. اصلا جا هدر ندید. یکی اینجا بزنید یکی اینجا. جا هدر ندید. خب حالا ببین اینا سنگ رو تولید میکنن ولی مثل چوب بوری اینا نیستن که مستقیم بیارن در انبار و به انبار بدن و برگردن. واسه اینو بعد یه جور شغل هست. این شغل نمیدونم چی بهش میگن ولی در کل از اینا درست میکنید. بعد اینا میان سنگایی که تولید کردن رو میبرن به انبار و برمیگردن. خیلی راحت. پس این شده از سنگمون. معدن سنگمون هم اوکی شد. دوم چیزی که بعد بگم الان شغلی دیگه نداریم چون این سنگ‌بوری‌ها خیلی کارگر نیاز دارن. پس میام اینجا من کارگر درست کنم. نمیدونم یکی کافیه؟ کاش کافی باشه. اوه نه یکی کافی نیست. خب اینو اینجا میزنم. سرعت بازی هم پایینه. اوکی سرعت بازی میبرم بالا ولی خب سریع تایم دیفیتمون چی میشه؟ بذارید من یه سیو دیگه بکنم. سیو یک بازی ذخیره شد. خب
غذا هم ممکنه کم بیاریم چون مردم وضعیت شهر غذایی مردم الان خوب است. اومدن این بالا، مسئله باعث ممکنه شهرت غذا و اقتدار شما می شود. و آها 100 سکه نگاه کن چون اینجا ایالت ماست دونه دونه داره 50 تا سکه میده به ما. خیلی خوبه، مالیات هم میدن. اوکی الان من بازم کارگر کم اومد. ولم کن. همین الاناست که بگه آره فلان جا آتیش گرفته. چرا حس میکنم آها تازه اومدن کارگرش. خب اینا هم پر شدن. اوکیه. نمیدونم چرا انقدر دوست دارم ساختمان‌های قلعه تومه حریق آتیش شده گرفت، قربان. آتیش گرفت. خوشبختانه نگاه کن. کارگران مسئول چاه جلوی نگاه. انتشار اونو گرفتن. کارگران مسئول چاه جلوی آتش سوزی انتشار اونو قربان، گرفتن. باید عجله کنیم. قلعه چوبیمان مدت زیادی دوام نمی اینم آورد. اومد. اینجا هم آتیش گرفت. دونه دونه داره قلم آتیش میگیره و به فنا میره دیگه. بعد سریعتری چمون رو درست کنیم. بچه حالا که سنگ داریم که اصلا نمیدونم داریم یا نه نداریم. فعلا بعد فقط صبر کنیم سنگ بدیم، کار خاصی نیست. تا اون موقع من یکم راجع به مرحله آخر این قسمت توضیح بدم. باید کلی آذوقه مازوقه جمع بکنیم و که من یه روش براش هم دارم، یه روش کلکی جوری. ببین نه هک حساب میشه نه چیت، ولی خب بازی نمیخواد که من این کارو بکنم و من این کارو میکنم. واسه مرحله آخرش باید کلی غذا جمع بکنیم که خیلی میاد رو مخ، ولی خب من رد کردم 2-3 بار واسه همین بلدم. خب همه چی داره خوب پیش میره دیگه. اینجا هم دارن آها بچه باید اقتدار جمع بکنید. اقتدار همه جا. ساختمان‌های قلعه تومه حریق شده قربان. خوشبختانه کارگران مسئول چاه جلوی انتشار اونو گرفتن. اینجا آتیش گرفت. اینجا یه دونه فقط دارم. ببین چون تعداد ساختمونا اینجا بالاست بعد 2-3 تا بذارید براشون. یهو دیدید 3-4 جا با هم آتیش گرفتن نمیشه. کلا به چخ میره مفتتون. مثلا اینجا خیلی شغل زیاده. من یه دونه گذاشتم، حالا یکی دیگه هم میذارم. ساختمان‌های قلعه تومه حریق شده قربان. خوشبختانه کارگران مسئول چاه جلوی انتشار اونو گرفتن. آها الان بچه دیدید 16 تا سنگ همین الان اومد تو انبار که الان شد 32 تا. نگاه کن چون اینا اومدن اینجا دارن سنگ خالی میکنن. الان شد 64 تا. اوه چه سریع میره. ببینید اینجا میخوام اینو بهتون یاد بدم. این قسمت هست که یه سری عدد گذاشته 5 تا 10 تا 20 تا 50 تا. این مقداریه که طی هر بار که این داداشمون حرکت میکنه میره به قلعه طرف با خودش سنگ حمل میکنه. اول سنگ رو انتخاب میکنیم بعد مقدار رو وارد میکنیم. مثلا من میخوام هر دو 20 تا ببره، 20 تا سنگ ببره. بعد آقا این دو تا گزینه چی ان که من درست نمیتونم بخونمشون، ولی این یکی وقتی روش بزنید فقط یک بار اون وسایل رو اون تجهیزات برای قلعه که هدفتون میفرسته. اما اگر این یکی گزینه رو بزنید پی در پی پشت سر هم به همون مقدار به همون ترتیب برای اون قلعه کالا ارسال میکنه، یه همچین چیزی. خب الان من مثلا اینو میخوام سنگ ارسال کنم، میذارمش روی 20 تا سنگ. 20 تا سنگ نمیخوام یک بار ارسال شه، میخوام پشت سر هم هی ارسال شه. پس روی این میزنم، روی این گزینه، بعد میام روی یکی از ساختمان‌های طرف میزنم. یعنی میتونم مثلا بیام اینجا ساختمان‌های قلعه تومه حریق شده به قلعه ویلیام خوشبختانه بزنم. کارگران مسئول چاه جلوی انتشار اونو گرفتن. به قلعه ویلیام بزنم یا مثلا بیام گوشه من به قلعه ادوین بزنم. ولی خب من نمیخوام که هدر بدم علیه کسی نمیدونم. میام میزنم رو قلعه‌ای که بعداً قرار خودم بگیرم، همین قلعه، و 20 تا 20 تا شروع میکنه سنگ حمل کنه ببره به اونجا. همینطور که میبینید. و اصلا لازم نیست حتما رو انبارش باشه، رو قلعه‌اش باشه، رو ساختمانش باشه، هر جا بزنید ولی اونجا مال این ایالت باشه اوکیه. خب الان داره 20 تا 20 سنگ میبره دیگه چی بگم، چیز خاصی نیست. آها ما باید اینو تعمیر کنیم که الان راهبه ها دارن چه میکنن. آها خوبه به چند تا سنگ نیازه؟ وای به 100 تا سنگ نیاز داریم. قشنگ به 100 تا سنگ نیاز داریم. اوکی پس اینو بذار روی 50 تا بیار اینجا. اوکی از این بعد 50 تا ببین
انتخاب کردم دیگه سنگ رو 50 تا 50 پی در پی بفرست به قلعه‌ای که به زودی برای ما میشه. به همین قلعه نگاه دارم درست میکنم. حاجی خیلی از این راهبه ها خوشم میاد، ولی راهبه ها رو واقعا من نمیدونم چه خاصیتی دارم. من قبلا هم راهبه گرفتم. ساختمان‌های قلعه تومه حریق شده به قربان. یه جا خوشبختانه میرسید کارگران مسئول چاه جلوی انتشار به یه اونو جایی گرفتن. میرسید خودش بهتون راهبه میده. اصلا ساختمانهایی داره که براتون راهبه تولید میکنه، ولی واقعا نمیدونم خاصیتش چیه. یهو 1000 تا پول میگیره یه راهبه میزنه. واقعا نمیدونم به چی درد میخوره. خب اینجا داره تون تولید میشه. 30% شوکه شده. ایول تو انبارشون چی بیه. خوب فعلا دارم سنگ. ساختمان‌های قلعه تومه حریق شده قربان. خوشبختانه کارگران مسئول چاه جلوی انتشار اونو راستی گرفتن. یه چیزی جالب بهتون بگم. این قبیله این قلعه الان چون برای ماست من میتونم هر چی خواستم اینجا درست کنم. مثلا من میام اینجا یه چند تا از اینا درست میکنم. نمی توانید در این مکان بنا کنید. بعد مثلا میام یه چند تا خونه براش درست میکنم. اوکی؟ خیلی راحت. الان اینجا مال منه دیگه. بکن. خب اینجا آتی. وای کامل آتی. به چخ رفت قلعه. و نگاه هر چی میگذره این آتیشا بیشتر میشن. لعنتی کارگر نداریم آخه ما هم. آخرین کارگرم بود. یکی دیگه خراب شد. مثل اینکه دوتا هم کافی نیست. دو سه تا. اینجا چی؟ اینجا همه چی ردیفه؟ اوکی. خب دیگه فکر کنم دارن اندازه کافی سنگ. ببینم. آره اندازه کافی سنگ دارن. دیگه من میام اینو قطع میکنم. مشکل اینجاست که من نمیدونم چجوری قطعش کنم. معمولا میذارم روی 5. یه آیتم مثلا چرت و پرتیه میذارم روی 5. سینگل نمیدونم چیه میزنم روش. بعد میزنم به این قلعه. اینجوری یک بار 5 تا چوب میفرسته براش تمام دیگه قطع میشه. معمولا این کارو میکنم. نمیدونم چجوری قطع میشه واقعا. خب دیگه چه کنیم؟ الان اندازه کافی از همه چی دارم. این دو تا بخش آخر مربوط میشن به دفاع و حمله. و اوکی تو قسمت بعدی که اینجا رو من میتونم الان اینجا رو بگیرم. یس یه سطح اقتدار داشتم اینجا رو خریدم. الان اینجا به من پول. اینجا هم یه منبع پول میشه برای من که خیلی هم خوبه. البته بعدا خودش خودکار بهت میداد. لازم نبود من اقتدار براش هدر بدم، ولی خب هر چه زودتر بگیریم بهتره. شما موفق شدید سرپرست. تکمیل شد. ساخته شد. 100%. اوکیه. نگاه کنید قلمون سوخت. اومدیم قلعه جدید. وای الان گرگا میان تو. عجب. راهزنا و گرگا با هم ایالت شمالی سابقا در زمینه بافندگی بسیار فعال بود، اما اخیراً گرگ ها اونجا رو نابود کردن. لرد مسئول این ناحیه سر ویلیام برای جنگ اعزام شده. در غیبت اون از شما میخوام که ایالت اونو تحت کنترل داشته باشید. از جان بریکس هم خواستم که مشاور نظامی شما باشه. جان بریکس. خب اوکیه. اینا رو گذاشتم برام موندن. چقدر خوب. سرورم، اگر میخواهیم تعداد نیروهایمان را افزایش دهیم به طلا نیاز داریم. باید یک خزانه بنا کنیم و از مردم مالیات بگیریم. خب اوکی. اینجا باید مالیات بگیریم از مردم. اونجا قبل از اون اینجا رو هنوز به من نداده. نداده. واسه همین چیه. خب مالیات گرفتم. من از نیازی ندارم بهش. پس مالیات نمیگیرم. چون من 2 تا ایالت دارم. یکی اینجا رو دارم. اینجا ایالت قبلیم سوخت ولی من الان دارمش. به تون پول میده. اینجا هم که زودتر از حد معمول گرفتمش. اینجا به من پول میده. پس نیازی بهش ندارم. این افراد سریعا کماندارا رو بچه بیارید بالا. نیزه زنا رو، نیزه دارا رو، نمیدونم اسپیرتون بهشون میگفتن چی بهشون میگفتن، بیارید اینجا. بیارید بغل بود. چرا؟ چون این لعنتی‌ها به طلای بیشتری نیاز داریم قربان. شایعاتی درباره راهزنانی که در شرق اینجا فعالیت دارن وجود داره. تنها راه مقابله با اونا ایجاد یک گروه کمانداره. اما اولویت اول ما باید مقابله با گورکا باشه. اتفاقا چرت و پرت میگه. گورگا چیه؟ گروه کماندار واسه اینا خیلی مفیده. بعد گروه کماندار هر چه سریعتر داشته باشیم. و من الان میام و این چی بهش میگن؟ قلعه قبیله چی بهش میگن؟ نمیدونم. وات این چه سوتی بود من دادم؟ الان سنگ کم میارم واسه اینو بزنم به سنگ نیاز داریم سرورم. وای بعد ریستارت کنم. وای چقدر اومد.
تو رو خدا حرف نزن، تو رو خدا حرف نزن. بابا چرا حرف میزنی؟ بخون سریع اینا رو بسازم. سرورم، اگر می‌خواهیم تعداد نیروهایمان را افزایش دهیم به طلا نیاز داریم. باید یک خزانه بنا کنیم و از مردم مالیات بگیریم. اوکیه. الان من 10 تا دادم، اینا رو دارم و ببینید بچه 5 تا سکه میگیره. یکی از این کارگران رو تبدیل میکنه به سرباز. حالا این کشاورزا خیلی سربازان خوبی نیستن و پیشنهاد نمیشن. نیروهای تازه مورد نیازن سرورم. این سربازای خودم هم داد. اوکیه. این کمانداران هم ببر بالا. ولی بچه من این سربازا رو دارم. اینا رو میفرستیم به جون گرگا یا میفرستیم جای دیگه. ولی خب گفتم خیلی ضعیفه. مثلا 2 تا گرگ میتونن 10 تا اینا رو بکشن. میفرستم به جون گرگا چون بالاخره باید اینجا رو پاکسازی کنم. قربان، شایعاتی درباره راهزنانی که در شرق اینجا فعالیت دارن وجود داره. نگاه. تنها راه مقابله با اونا ایجاد یک گروه کمانداره. اما اولویت اول ما باید مقابله با گرگ‌ها باشه. گفتم چرت پرت میگه. گرگا اصلا عددی نیستن نسبت به چیا. خب آقا این طرف من باید سریعتر راه بندازم و میام براش الان. 1 2 نمیتوانید در این مکان بنا کنید. بعد 1 2 3. نمیتوانید در این مکان بنا کنید. ما به چوب نیاز داریم. اوکی. حالا واسه اینجا ما الان سرباز نیاز داریم. یه سرباز چه چیزایی میخواد؟ ببین الان من کماندار میخوام. ساختمون‌های قلعه تومه حریق شده. کماندار 2 تا خوشبختانه کارگران مسئول چاه جلوی انتشار اون رو گرفتن. کمانم میخواد. کمانو چجوری درست کنیم؟ بعد بریم اینجا، از اینجا با استفاده از اینا کماندار درست کنیم که وای من چوبمو همه اوکی نکردم. دنبال کماندارم. ما به چوب نیاز داریم. اومدن این لعنتی. بچه لوردتون رو بیارید پایین باشون درگیر شه. لورد خیلی قویه. این باسه برای اینا. ایشاله که چوب برده باشن. بابا چوب بیار. بابا سرعت بازی رو 90 هنو یه چوب نیاوردن. من دوباره سرباز رو کنم. نیروهای تازه مورد نیازن سرورم. واسه ببینم اینا چی دارن نابود میشن تون. بذار. ما به چوب نیاز داریم. چوبم ندارم. چجوری اینا نابود شدن؟ مگه اینا رسیدن به این طرف پول؟ حاجی من خودم هم موندم دارم به شما یاد میدم. اوکی اون 10 تا زنگو داده بود خزانه بزنی. بعد من زدم چی درست کردم؟ پاسکال چی؟ و بچه واسه اگر بتوانیم مردم را خوشحال نموده و رضایتشان را جلب کنیم میتوانیم میزان مالیات ها را افزایش دهیم. بهتر است مزارع پرورش رازک ایجاد کنیم. اصلا مهم نیست. من مالیات نمیگیرم. اوکیه یه 2 تا خونه هم بزن برای اینجا. وضعیت غذایی مردم خوب است. این مسئله باعث شهرت و اقتدار شما می شود. بذار من یه 2 تا از اینا هم بزنم اقتدار کم نیاره. ساختمون‌های قلعه تومه حریق شده قربان. خوشبختانه کارگران مسئول چاه جلوی انتشار اون رو گرفتن. نه من کارگر. ما به چوب نیاز داریم. موجودی چوب ما کافی نیست سرورم. تا حدی با کمبود چوب روبرو هستیم. چوب مورد نیازو نداریم سرورم. به چوب بیشتری نیاز داریم. ای کاش چوب بیشتری داشتیم. ما به چوب نیاز داریم سرورم. مشکل چوب هنوز حل نشده است قربان. من خسته شدم. ما به چوب بیشتری نیاز داریم. همونطور که قبلا گفتم ما به چوب نیاز داریم. به چوب بیشتری نیاز داریم. ای کاش چوب بیشتری داشتیم. میزان چوب کافی نیست قربان. تا حدی با کمبود چوب روبرو هستیم. باید درختانی که چوب بیشتری دارند رو انتخاب کنیم. خبر اینجاست قربان. من خسته شدم. ما به چوب نیاز داریم. کل مپمو ترکوندین آتیش لعنت. اینا رو هم میفرستم با اینا سر و کله بزنم. چوب نداریم اصلا یادم نبود. نگاه 5 تا گرگ 20 تا سرباز زدن. میخوام تا ابد مشکل کم بوده چوب رو حل کنم. نمیتوانید در این مکان بنا کنید. خسته شدم بابا. چوب کم است.
چوب. نیروهای تازه مورد نیازن سرورم. راستی اینا رو میتونستیم بهشون حمله کنیم؟ اوکی نه فقط وای میسن بالا سرشون، حمله نمیکنم بهشون. ببین من باگ بازی ها باید حمله کنم. خب میایم الان، من بذار غذامو درست کنم هرچه سریعتر تا قبل اینکه دوباره آتش سوزی شروع بشه. بعد میام اینجا. اوکی یه چوبم دارم میاد، چوب داره میاد. اگه الان بازرگان داشتم همه چی اوکی بود. آخه من چرا به فکر چوبم نبودم بابا؟ نگاه کن، نگاه دارم برام چی میفرستن ها. چیه؟ گوره چیه؟ دارم برام میفرستن به هر حال. برام من میفرستن؟ آیا؟ ایشاله که برای اینجا نمیفرستم. بابا به خدا من این ورم، چرا برای اون ور میفرسته؟ عجب بدبختی داریم با اینا. خب البته میتونیم چوبو بفرستیم بذاریم فقط واسه اینجا برامون چوب بفرست، ولی حالا من خیلی بحث بزرگ نمی کنم. نیروهای تازه مورد نیازن سرورم. خب اینو میذاریم. اینم میذاریم که اقتدار کم نریم. یکی دیگه اینا، یکی هم اینجا. آها حالا میرسیم به بخش خوبش که بعد زودتر انجام میدادیم ولی دیر شد یکم. ولی خب بعد ایجاد یک ارتش کماندار که فکر کنم من باید 20 نفر باشن، نمیدونم. بله 20 کماندار نیاز داریم. 5 تاشم خودش بهمون داده. او مای گاد، لردمو دارم میزنن اینا، کل افرادم مردن. بذار اینا رو ببرم کمک. هرچند که اینا آنچنان چنگی به دل نمیزنن. اینا رو میفرستم در قلعه‌شون. کلا من به الکی هدر دادن نیروها عادت دارم. خب حالا باید چیکار کنیم؟ اقتدار داریم، اینا شروع به کار کردن. الان به یه چیز نیاز داریم که نداریم و باید زودتر درستش می‌کردم. یعنی اینجا باید سنگ درست کنیم بابا جان. من سنگ نیاز دارم. سنگ میزنم. نمیتوانید در این مکان بنا کنید. اینا دل خدا کم بوده چوب نیاد دیگه. بعد اینجا باید برام سنگ بفرسته. فکر نکنم حالا به سنگی برسه. به هر حال این ایالت اصلا واسه سنگ رسوندن به منه، چون من هیچ منبع سنگی ندارم، فقط این ایالت برام هست. و بعد سنگ داشته باشم که بیام یه جون چی بهش میگن، یه جون آرموری یه جور مخزن واسه وسایل جنگی اینو درست بکنم تا بعد اینا بتونم کمانایی که درست میکنن رو بذارن اینجا تا من بتونم کماندار درست کنم. در ضمن کماندار به 2 تا اقتدارم نیاز داره که من واقعا نمیدونم چه کنم واقعا. و الان من فقط سنگ نیاز دارم. مارکت داره. این مکان به قصر دشمن نزدیک است. مارکت داره، من نمیدونم. مارکت داشته تو الان. من خیلی ایزی چوبامو میفروشم، سنگ میخرم. حاجی مارکت داشت، من نمیدونستم. وای بچه خیلی وقت بازی نکردم، کلا همه چی یادم رفته. این چی میخوام بسازم؟ یک دانه اینا. واقعا دیگه نمیدونم، هیچ ایده‌ای ندارم کجا بذارمش. ما این انبار را ساخته ایم. آها اینو باید درست میکردم. اگر اینجا جا باشه خیلی ممنونش میشم. ولی 2 تا کمان میدن، 2 تا کمان میشه 2 تا کماندار. نیروهای تازه مورد نیازن. یک کماندار، 2 کماندار. حالا بعد از اینا بزنم. از اینا یه دونه دیگه میزنم. یه چند تا دیگه اینا میزنم. اوکی لردم و هی دارم بهش اتک کنم. این چرا مونده اینجا؟ مونده تو مسیر.
به هر حال ندارم بهش رسیدگی کنم. خب کلا عادت دارم سرباز الکی درست کنم، الکی سرباز درست کنم. چرا هی زیاد میشن؟ من میام اینا رو میزنم دوباره تولید میشن. خب الان چی کنیم؟ الان سلاح مورد نیازه. سلاح بده دیگه. از اینجا میتونم سلاح بخرم. این سلاح هم میتونم بخرم. یس اینجوری همین الان مأموریت تموم میشه که. اعتبار شما کافی نیست 18 تا از 20 اون وقت من اعتبار رو تموم کردم. وای بدبختم، به قرآن بدبختم. مهم نیست، اینا رو بخریم. بعد اینجا نیروهای تازه مورد نیازن سرورم. اوکی، اقتدار الان کجا بیاریم؟ اقتدار بریم. من سنگ گرفتم دیگه، میام خیلی ایزی آشپزخونه میزنم. ببین خیلی دارم به هم ریخته کار میکنم، ولی خب نمیخوام به این گرگا نزدیک بشم. اوکی، کمان دارم من ببرم اون طرف. کمان دارم این بالا، اینا بیان این پایین. بعد ببینید، بعد تا جایی که میتونید سعی کنید کماندارتون رو فشرده کنید توی نقطه. نگاه کن الان یه سریشون پایین موندن، اینا رو برمی‌دارم میبرم بالا. دوباره یه سری پایینن، اینا رو برمی‌دارم میبرم بالا. هیچ کس پایین نمونه، همه رو ببرید بالا. فشردهشن دیگه، واقعا نامیرا میشن وجودا. لردم چقدر جون داره؟ لردم جون داره فعلا، میتونم نگهش دارم اینجا. خب الان من داریم گوشت خوکم داریم. میدونم اینا میزنم، گرگا میزنن آدم رو، به هیچ برم نیست. نیروهای تازه مورد نیازن سرورم. نیروهای تازه بابا اذیت نکن تو هم با نیروها. خیلی به هم ریخته شد ولی خوب. کار ما تمام شد قربان. به این وسیله شاید راهزنا در خلیج متوقف بشن. 20 کمان دارم اوکی شده. الان نگید وقتی مرحله بعد، نه همه گرگا موندن. نگاه کن اینجا رو بزنیم. No wolves left on the map. یه مقدار انگلیسی ضعیفه ولی خب اینو نوشته. و سه کماندار بیار بذاریم بالا. بقیه رو هم 20 چیه؟ اینا رو میبرم دیگه گرگا رو بزنیم. دیگه اینا حریف گرگا میشن. این گرگا رو دقیقاً گرمشون سرویس. بعد تمام گرگا رو بکشیم. اگر برن میهمانی خیلی خوب میشه. واسه میهمانی باید اون بریم بالا. خب اوکی. آها دارم میارم واسه مهمانی. اوکیه. نگاه نشست اینجا. الان باید بشینه اینجا. داره میره بشینه اینجا. به نشست اینجا. بریم واسه مهمانی که کلی به ما چی میده؟ اقتدار میده. بله سلاح کم آورده. سلاح مورد نیازه. مارکت بچه خیلی خوبه. مارکت خیلی به درد خوره. سلاح مورد نیازه. اوکیه اینا رو بده. به جز اینا همه رو ببر اینجا. خب سه کماندا رو بگیر بیارید. اوکیه دیگه فکر نکنم راهزنا بتونن اصلا وارد شن. آره بابا. حالا من با این ارتشم چیکار کنم؟ بعد گرگا رو نابود کنیم تا سری بریم مرحله بعد دیگه. گرگا الان مشکلن. بیا اینجا. بودی. بجون دیگه همه برید تو جنگ. وای میستم پشت سر هم برم. دقیقا همون مشکلی که من با بازی استیکبار داشتم. حالا اگر شما بدونید چه بازیه. بعد تمام گرگا رو بکشیم. یعنی اونجوری نیست فقط بریم شهر رو آزاد کنیم. خوشبختانه اندازه کافی نیرو دارم. 50 تا کافیه. این بالا چیزی نیست. بعد مثلا نگاه کن اینا رو میفرستم اینجا. یه تعدادشون رو میفرستم اینجا. تقسیم کار بچه ها. اتفاقی افتاده اینجا مثلا. اوکی گفتم وای با لشکری چیزی بهمون حمله کردن. دیدم نه بابا هیچ کاری نکردن.
اینم از این گرگا. فکر کنم آخرین گرگا بودن دیگه. تمام. چرا تموم نشد؟ گرگ کو الان؟ گرگ میبینم نه نمیبینم. این مثل آنالیزه، هر جا دیدید جونه یه نفر نشون میده یعنی اونجا گرگی چیزی هست. کو الان گرگا کو؟ بسه اینا رو ندیدمشون. تمام. دیگه هیچ گرگی باقی نمانده قربان. سر ویلیام از اینکه ببیند بار دیگر آرامش به زندگی روستاییان بازگشته بسیار خوشحال می شود. تمام. چرا نرفت؟ آفرین رفت مرحله بعد. اوکیه. این مرحله رو هم ببینیم داستانیشو یا نه دیگه حال ندارم. خیلی ازتون ممنونم که ویدیو رو تا اینجا تماشا کردید. تا ویدیو بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. سری ماینکرافتم همین امروز 2-3 قسمتش رو آپلود میکنم تو کانال آپارات. هر روزم ویدیوی جدید داریم. شاید جایی ننوشته باشم ولی هر روز ویدیوی جدید داریم. به احتمال زیاد جمعه ها هم بخوام استریم بگیرم ولی استریم‌ها تو آپاراته نه تو یوتیوب، چون من واقعا اینترنتم نمیکشه برای یوتیوب. بخوام فیلتر شکنم بزنم و برم یوتیوبم چک کنم و واقعا میاد رو مخ. و بازم میگم خیلی ممنون که ویدیو رو تماشا کردید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.